از همان سالهای کودکی خیال پردازی بخش جدا نشدنی زندگی من بود. اسمم نگار است و در خانواده‌ای شلوغ و معمولی بزرگ شدم. همیشه وقتی چشمهایم را می‌بستم خودم را در خانه‌ای مجلل می‌دیدم و فکر می‌کردم یک روز سرنوشت مثل ی فیلم‌ها تغییر می‌کند. خواهرم همیشه تذکر می‌داد یکم واقع بین باش، ولی من آن زمانها جدی نمی‌گرفتم. با رسیدن به دوره راهنمایی محدودیت‌ها هم شروع شدند. دیگر اجازه بازی با پسرهای فامیل را نداشتم. رفت آمدها کنترل می‌شد و مادرم مدام مراقب رفتارم بود. در همین روزها پریا همسایه جدیدمان وارد زندگی من شد، دختری ساکت اما مهربان که خیلی زود به نزدیکترین دوستم تبدیل شد. یک روز مرا به خانه‌شان دعوت کرد. ساختمانشان قدیمی اما پر از رفت و آمد بود. جلوی در 2 پسر ایستاده بودند، شاهین و شایان. شاهین از همان نگاه اول توجه مرا جلب کرد، قد بلند، پر انرژی و با لبخندی که هر دختری را ممکن بود تحت تاثیر قرار دهد. پریا با خنده گفت مواظب باش عاشق داداشم نشی. ولی من همان شب تا خواب تصویر شاهین را در ذهنم می دیدم. روز بعد پریا با هیجان گفت که شاهین از من خوشش آمده و شماره‌ام را می خواهد. در ظاهر گفتم دنبال چنین رابطه‌ای نیستم، اما در دل موج عجیبی از کنجکاوی داشتم. عصر همان روز شاهین جلوی مدرسه ظاهر شد و با ماشین منتظر ماند. پریا مرا سوار ماشین کرد و تا خانه رساندند. رفتار شاهین، توجهش و نگاهش مرا درگیر کرده بود. وقتی به خانه رسیدم، خواهرم از پشت پنجره دیده بود و تا قدم گذاشتم داخل با سوالهای پی در پی روبرو شدم. وقتی فهمید موضوع خواستگاری است، جدی گفت به پسری که زود عاشق میشه اعتماد نکن. اما من بی تجربه تر از آن بودم که بفهمم چه میگوید. چند روز بعد خانواده شاهین به خواستگاری آمدند. شاهین همانقدر پرحرف و شیرین زبان بود که تصور میکردم. شایان اما ساکت، کم حرف و نگاههایش عجیب غم داشت. خانواده ام از شاهین خوششان نیامد. با گفتند رفتارهایش بچگانه است. اما من چنان اصرار کردم که مجبور شدند قبول کنند. بعد از عقد مشکل اصلی نمایان شد. سعید دوست صمیمی شاهین. هر جا می رفتیم او همراه بود. حتی در زمانهایی که قرار بود فقط من و شاهین با هم باشیم. هر اعتراضی می کردم شاهین مرا متهم می کرد به حساسیت و بددلی. رفتارهایش کم کم سنگین تر شد و من از ترس خراب شدن رابطه سکوت می کردم. روز عروسی شایان آرام جلو آمد و گفت اگه مطمئن نیستی هنوز دیر نشده. اما من از ترس حرف مردم روی تصمیمم ماندم. شب عروسی بعد از رفتن مهمانها منتظر بودم تنها باشیم، اما در کمال ناباوری دیدم شاهین دست سعید را گرفت و هر دو وارد اتاق خواب شدند. روی زمین نشستم و اشک می ریختم. انگار تمام رویاهایم فرو ریخته بود، اما ذهنم پس نمیداد که واقعی باشد. صبح با صدای فریاد شاهین بیدار شدم که می گفت پاشو خانواده‌ام الان میان. زندگیمان از همان ابتدا جای مهر و محبت پر شده بود از رفتارهای سرد و آزاردهنده. شبها شاهین به من نزدیک نمیشد. یا سعید پیش ما بود یا او با بهانه‌کار از خانه میرفت. وقتی خانواده‌ام درباره بچه دار شدن حرف زدند و من موضوع را به شاهین گفتم، چنان عصبی شد که جلوی سعید کتکم زد. صدای دعوا آنقدر بلند بود که شایان رسید. وقتی وضعیت صورتم را دید، بغض کرد و گفت من همه چیز رو میدونم غیر از رابطه شاهین و سعید. بود آرام اعتراف کرد از همان روز اول به من علاقه‌مند بوده، اما چون فکر میکرد من عاشق شاهینم سکوت کرده. نمیخواستم وارد رابطه‌ای ممنوعه شوم، اما در آن وضع به هم ریخته شایان تنها کسی بود که با من مهربان بود. کمکم میکرد، با من حرف میزد و بیشتر از خودم هوایم را داشت. این رابطه کم کم برای من به یک تکیهگاه تبدیل شد. مدتی بعد فهمیدم باردارم. بدون شک میدانستم بچه از شایان است. هنوز نمیدانستم چگونه باید حقیقت را بگویم. اما یک شب شاهین عکس سونوگرافی را پیدا کرد و فریادش خانه را لرزاند. درگیری شروع شد و شایان هم وسط آمد. پریا با گریه گفت شایان اصلاً برادر ما نیست، غیر از مادر دیگه است. در آن لحظه احساس کردم دنیا برایم کمی روشن شد. انگار لازم بود حقیقتی بزرگ آشکار شود. شایان دستم را گرفت و جلوی همه گفت بچه نگار از منه. با هم از آن خانه بیرون زدیم. شاهین که می‌ترسید آبرویش برود، سری راضی به طلاق شد. روزهای پس از آن سخت و پرتنش بود. خانواده‌ام ابتدا از من فاصله گرفتند،
اما بعد از تولد پسرم و روشن شدن ماجرا کم کم قبولم کردند. سالیان گذشته است. امروز من و شایان در کنار پسر 6 سالمان و دختر کوچکی که بعداً به دنیا آمد زندگی آرامی ساخته ایم. مشکلاتی داشتیم اما کنار هم ایستادیم. شایان برخلاف شاهین مردی بود که با عمل ثابت می‌کرد عشق یعنی چه. حالا وقتی گذشته را مرور می‌کنم می‌بینم گاهی یک انتخاب اشتباه می‌تواند انسان را به مسیر درستری هدایت کند. شاید اگر آن روزها حقیقت را زودتر می‌دیدم کمتر می‌سوختم. اما حالا می‌دانم خوشبختی همیشه از راهی وارد می‌شود که انتظارش را نداری.